سلام و درود دوستان عزیز، بینندگان، همزبانان و همتباران عزیزم، همونایی که پیروان هستند در صحیفه های من، در تیک تاک، در فیسبوک، در همه جایی که نوارهای من هست می نویسن. از اول برای شما میگم که تشکر که شما هستید، زیاد دستگیری میکنید و تا هنوز برای من پیام رو میکنید، میگید چرا در امی که تا مدت که یک هفته دو هفته نوار ثبت نمیکنی. خب گفتنی هستم در این مدتی که ما اینجا نبودم خب خیلی کارهای خوبی انجام دادیم. همینطور که من طرفدار اتفاق تاجیکان دنیا هستم، در یک جشن عید قربان بین پنجشیری ها رفتیم، اونجا بودیم، یک مراسم گرفته شد، یک جشن کرده شد و در اونجا از طرف تاجیکان بخارای شریف برآمده گپ زدیم و یکی دیگرامو حرفای خوبی زدیم، تحفه های فرهنگی کردم. مثلا دیدم که چطور می باشد که ما با اون مردم مثلا روابط داشته باشیم، چی بین ما فرق بین ما چی است. همینطور که من خودم هم در خانواده پنجشیری ها از افغانستان عروس هستم، در این طولانی مدت بین این دو تاجیک ها رو دیده خیلی چیزها رو تحلیل کردم. خب در همین فکر آمدم که تاجیکان پنجشیر به تاجیکان ما خیلی نزدیک هستند. یگانه فرقش این است که ما در مرکز فرهنگ بزرگ شدیم و زیادتر چی بگویم مثلا در مرکز بزرگ شدیم، یعنی بسیار فرق میکند. در بین پنجشیری ها رفتم، دیدم در اونجا زیادتر خب چی بگویم زیادتر کوهستانی کاراکتر زیاد دارن. مثلا هم به غذا خوردنشان مثلا معلوم می شود که مردم خیلی مالدار از خود هر چیز داشتین. مثلا هم به غذاشان یکم فرقی داشت، به غیر از که این منتو یا آش پلو باشد، به غیر از این زیاد لوبیا می خوردن. خب سترکتوره مثلا غذا خوردنشون دیدم، خودشون دست گرفتنم دیدم یکم فرق میکند. مثلا در جای ما مردم با تربیه صوفیزم بزرگ می شود، اما در پنجشیر اینطور نیست. خب اینمی چیزا دیدم. مثلا جواناشون هنوزم اگر یکم کمک بکنی، اگر یکم درس خوانن زود بالا می روند، چون که اینتلکتشون بالا هست. متاسفانه یکم کمک ندارن. در اروپا هم شب روز کار میکنن، اینو دیدم من. مثلا زن و مردشون هم مردمان خوبی هستن، اما البته که در بینشان دیدم مثل که در دیگر مردمم در طرفای ما هم هست، در هر جا خوب و خراب هست، اما با این گفته نمی شود که کل این مردم بد هستن. من در همینجا دیدم که زبان یافته می شود با این مردم. خب زیادتر به دهاتای ما که مثلا ما میگیم تاجیکای پشکی بخارا، مثلا تاجیکای سرخ هستن، اینا هم تاجیکای سرخ هستن و کاراکترشون بسیار نزدیک است، چون که ما هم یک رگی ما از اونجا هست، میبینی میشناسی. هم حرف زدنشان ماشین های کردم میفهمن، میگن های کرد مثال. خوب میگن جرغات، ما هم میگیم جرغات. خیلی چیز، یعنی دادا ننه میگن. باز بسیار جالب بود. یعنی در بینشون کسانی هستن که رگ خونشون از سمرقند هم از آچه میگفتن، با کدومشون از بوبو بیبی بوبو میگفتن. فکر کنم شاید از کلاب باشد، نمیدانم. مقصد همون که ما تاریخ رو میخوندیم در اونجا از نزدیک دیدم و با من بسیار جالب بود. بسیار دتبم شیش، بسیار جالب بود و گفتنی هستم که با شما هم میگویم اگر که کدوم جشن هایی میبینید تاجیکانی دیگر جا اگر جشن گیرن حتما در اون جشن باشید، بسیار جالب است. ما که زیاد کتاب خوندیم یا چیزا رو میبینیم، اینفورماسیون جمع میکنیم، معلومات، و وقتی از نزدیک میبینید یک چیزی حقانی آدم میبیند. بود گفتنی هستم که چهره هاشون همطور که میگن که پنجشیری ها تاجیکان سرخ هستن و در جای ما هم بخارا و سمرقند سرخ بودین، در چاچ یعنی حاضرن که تاشکن تاجیکا بودن که چهره هاشون همون زرد و برو، شکل بندی، شکل استخوان بندی، روی همش به همونو نزدیک بود و یکی دیگرشون نزدیک هستن و همین دیدم شناختم.
من گفتم همین خطر ممکن است که آدم همین توی هم نزدیکی داشته باشد. مثلا میگفتن تاجیکای چین یکم فرق دارن، اما اونا هم از همون سوغدو هستن میگفتن نه. اما در اینجا سوال پیدا می شود، چون که تاجیکان چینی که ما امروز میشناسیم میگویند از آسیای میانه رفتگی هستند، اما تاجیکانی که سوغد بودن در این قزاقستان و ازبکستان این طرف ها زندگانی میکردن میگن از چین طرفاش آمدن، اونو دیگر هستند. رنگشان زرد، چشمشان سبز، مثال اینمون 100% همیتو بود. منم که یک طرف ما همینطور است، زرد و بور هستن همشون، این انمون چهره ها داشتن، بسیار جالب بود. و در این بین دیدم که خیلی ها به یکی دیگر چهره هاشون نزدیک بود. معلوم می شود بسیار دیگر قومیت ها قاطی نیستن. بسیار جالب بود، من بسیار خوشم آمد. باید باز یک دفعه دیگر در بینشون باشم و ببینم و خیلی چیزا نوشته کرده روم که شاید در آینده تاریخ کتابش وقتی می نویسیم اینو در کار می شود. و در بینشون شنیدم خیلی چیزا رو شنیدم، شیشته بودم شنیدم. بسیار نزدیکی زیاد داریم، با همین خاطر گفتنی هستم که ما تاجیکان اتفاق داریم، کم کم باز زیادم میکنیم. مثل من جوان زیاد هستن. آینده آرزو میکنم در همین آلمان هم اگر باشیم برای اتفاق تاجیکان باید کدوم کارهای انجام دهیم. و منم که شروع کردم کم کم دیده رایستم، دربارهش نوشته رفته رایستم. یک روز اینم اعلان میکنیم، برآمده ویدیو میگیریم نوار، با دیگران نزدیک بودن طرفای ما مردم شناسایی میکنیم. فکر میکنم با همین کمک میشود به یکی دیگر ما.